خب امروز اومدیم که بریم دوباره با مانی. این بار یکم مالگردی داریم، میریم سری به فروشگاه و اینا میزنیم و یه نوشیدنی میخوریم و طبق معمول صحبتی میکنیم و برمیگردیم. بخون واسمون. سلام برسونم. رسوانه صحنه‌های تکراری. خفه شد نریم تو ماشین حالا. تفسیر خودت مادر بگو نزن. باز پدر پیر. اکول پشتیم در میان گانا تو آدم فروشی مزگانا درسته من ندارم دوی سایدی ولی مشکی رنگ باندانو من سفت تو یک میپریم آنکارا بمونم رد تو میدنم لگارا اینا واسه کامنت هم پول میدن بعد واسه فیمو میگیرن چارا یکی فرق داره چون خیلی دردار ایسی مادر شاتی گرفتم خدایی. سری که باباش کش میگه گم یاد گم یاد داریم میریم گوشیه حاج آقا رو درست کنیم. اپل آیدیش قفل شده، ما پول داریم بریم اپل آیدی آقا رو درست کنیم و ببینیم چی به چیه. بازار به سمت بازار موبایل. با همین سیز بریم تو. نگاه کن این چیزا سیز خوبه. باز آقا بازه بریم تو. برو تو لحظه ورود. از کی؟ بلدی قدیمیات؟ قدیمی هم جدید ما زدیم برات؟ باید اینو برام بگو تو آیکلود که نزده بودیش؟ ازت پرسیده که تو تایید کردی که به عبارتی زیر نظرشان بود که انداختن چون تعارف نداره. کافی تو فارم آیفونت روشن باشه یا یه اپلیکیشنی نصب بکنی که در مورد هویتت باشه سریع ایران بزنه. ماشین آوردی؟ تا بریم دور
تربیتی سنش آخری تنمو وقتی میگه که ما اینجا بالاخره باشه سلام برسون بابا مامان خوشحال شدم عزیزم قربان سلامت باشید درود برو خب واقعا امروز شیرین کلام نیستی سیگار نکشید خوب نیست بهش گفتم نرجس خب داشت فوش تو رو میدم فکر میکرد تو گفتی اصلا گفتم نه من انداختم دهنم دمت هم گرم یه شورت فروشی بسته است داد بیداد اومده بودیم شورت بگیریم حیف باشه حیف باشه ببین کلوین کلین آرمانی ایمپریو آرمانی تامی هیلفیگر ساج بساز ساج از پله ها دارم میگیرم از تو هم میگیرم رسیدیم به کافه رسیدیم به کافه یه خصوصیتی که پاساژهای اینجا دارن اینه که خدای من چه خصوصیتی یعنی میتونه داشته باشه تموم شد دوستان و داریم برمیگردیم آقا مانی هستن بریم یه نوشیدنیمونم بزنیم امروز و کارو در بیاریم بالاخره یه جا نشست پلیر بعد از مدت ها چه قیافم تازه فهمیدم نه تگمون دوستان عزیز با یه ماشین اینجا چپ کرده الان میرسیم خدمتتون جدی میگی چی شده و جرثقیل اومد حالا بریم میبینیم با هم بزن بغلش خدا داشت بزن بغل زومه نمکی جان جوانان مملکت ایرگوزیو بله نوکرم چپ شدی
سگو بگی سگو سلام دوستان، ما اومدیم سر ساختمونمون، خیلی پول داریم همونطور که می‌بینید. مهندس چی بودیم؟ معمارمونم آرکیتکچرال داره میگیره. این هم ساختمونیه که ما ساختیم، طرحشو تازه دادیم. این کیره‌خرایی که می‌بینید و کلی پول دادیم که بزنن اینجا. بعد 2 تا گربه ناظرم اونجا هستن چک میکنن. از ماشینم بگیر بعد سیگار سیگار خوب می‌زنی ماشینو ببین ما پول داریم. ساعت هم گیشا که بگی از سیگارم نگیری گیشا که همین دیگه عشق سیگارم نکشید سیگار نکشید اونا هم که میبینید همه زمینای ماه. اینا همه زمینای ماه. اون طرفش هم اگه میبینید خالیه، میخوایم جیم بزنیم، استخر بزنیم. این منم که باغ کیره خرده. دوستان این ناظرمونه، ناظر ساختمونی. اون یکی هم نگهبانه داره رد میشه، خیلی هم خوشحاله. خب حالا بریم سر زمین. با بزرگم یه ذره بیا نزدیک، ببخشید. با بزرگم این زمینه همه مال با بزرگم بود. خب بعد رفت پیش دوستش جلو کبابی داشت. گفت یه جلو کباب بده، این زمینا مال تو. خلاصه که ما همه رو باخت دادیم. این کیره خرم بود. اینم ارث داییمه، میخواد بکشه بالا. دیگه ارزم به خدمتتون. این تیر برقا رو میبینی؟ برگرد نشون بده تیر برقا. بله دمت گرم. خلاصه اونورم که پارک ماه، پارک جنگلی قنبرم نشونشون بده. بذار از ناظر دارم میگیرم. آره سلطان ناظر گیر دادم به یکی. ناظرامون خیلی دقت میکنن سر کارشون، یعنی همیشه بیدارن، خواب ندارن. همون وسط هم بین خاکا میریم. کون ناظرت معلوم شد. میام رفت. آره خلاص این ناظرهای کسکشمون بودن. تخماش هم که دیده خیلی پر بود، آماده بود که اون یکی ناظرمون رو بگیره و مستان شد. خانم منجی رو بگیره و خانم منجی. اینم پارکتون. این پارک جنگلی قنبره، نگید که فرق چی نداره. نه همه شهریه بگه. اینم که همش پارک. اون دایشمون هم که اون وسط داره میشاشه. اونم چیز تبلیغ. داشتم اینجا رو دیگه فعلا کات کنم. بحث بعدی بزنیم.